و آقایی که شما این بیماری رو گرفتید و دارید، فلا تخرجوها، شما نباید باز خارج بشید از اون مکان، این بیماری رو به دیگران تسری ندید. ما نکات بهداشتی رو جدی بگیریم به طور کامل. اگر امروز دوستان ما بعد از شیوع و گسترش این بیماری دارن تاکید میکنن که شما مرتب دستا رو بشورید، رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون شیوع بیماری، برای جلوگیری از این بیماری و امثال این بیماری و ویروس فرمودن که شما دستها رو مرتب بشویید. اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. از خواب بیدار میشید حتی شما ندارید دستتو تو ظرف ببرید تا اینکه 3 مرتبه بشورید. سبحان الله، 3 مرتبه دستها رو به صورت کامل شستن. این دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. شستن دهان و بینی تأکید شده عزیزان در وضو. ما 5 وقت وضو میگیریم، دهان و بینی مسنون است که ما بشوریم اینها رو و گوش ها رو مس کنیم. خب امروز دارن میگن راه های نفوذ این ویروس همین 4 عضو هست: دهان، بینی، چشم ها و گوش ها. چشم ها موقع شستن صورت، دهان و بینی خودش جداگانه و گوش ها هم مس میشه. اینها نکاتی است که پیغمبر ما فرموده است. یکی از نکات مهمی که عزیزان ما در وزارت بهداشت و پزشکان تاکید میکنن، هنگام عطسه دستمال بگیرید یا دست. سبحان الله، این هم عزیز دل من. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ترمذی از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند، کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا عطس غطى وجهه بیده او بثوبه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی عطسه میکردند صورتشون رو میگرفتن با دستش یا با لباسش. خوب دقت کن عزیز من، 1400 سال قبل، هنوز کرونایی وجود نداره. این فرهنگ اسلامه، این فرهنگ دینی ماست تا اینکه در مقابل ویروس ها و بیماری ها خود ما رو واکسینه کنیم. اگر دیگران فقط برای حفاظت جسم خودشون به این فرمول ها و این آیتم ها عمل میکنن، من و تو یا مسلمان نه الان بلکه در طول عمر و حیات ما بایستی به این فرمول ها به عنوان فرمول های نام داروخانه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باید عمل کنیم. میخواید در مقابل این ویروس بیمه بشی، این دستورالعمل هاست. اول اینکه به محله‌ای که بیماری شایع شده و شیوع پیدا کرده ورود نکن. 2 نکات بهداشتی رو رعایت کن. نکته سوم اینه که ما بعد از انجام دادن امور بهداشتی و این مسائلی که عرض کردم، ما وظیفه خود ما رو انجام دادیم تا حد الامکان، حالا در دل بر الله توکل کنیم. این منطق درستی است که جسم ما، اعضا و جوارح ما و بدن ما تمام تلاش خودش رو برای جلوگیری از این ویروس و امثال این ویروس انجام بدهد، ولی دل و قلب ما فقط بر الله توکل کند که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. هرگز بر ما هیچ مشکلی ویروس اصابت نمی کند مگر اینکه پروردگار ما بخواد. پس بنابراین در دل صبور باشیم. حالا که وظیفت رو انجام دادی، جسمت، اعضا و جوارح تمام تلاش رو کرد، حالا دل رو بسپار به الله، حالا بر الله توکل کن. هیچیم نمیشه تا الله نخواد. خودتو به الله بسپار. و نکته بعدی و 4م اینه که ما سعی بکنیم در این مدت و در این دوران دائم الوضو باشیم. یکی از نکاتی که بسیار کمک میکنه. اصلا نذاریم به محض این که وضو باطل میشه تجدید وضو کنید. مطمئن باشید الله متعال شما رو بیمه خواهد کرد. نکته دیگر که به عزیزان توصیه میکنم، پایبندی بر نمازها داشته باشن. به کثرت نماز بخونیم. از نماز فرار نکنید. آخه این عجیبه، ما برای نجات از این ویروس و مشکل از خدا فرار میکنیم. خدا میگه ففروا الی
سمت من الله فرار کن، نه این که از من خدا فراری بشو، نه این که از مسجد فراری بشو. عجیبه کجا میخوای بری؟ عجیب است. فرار میکنیم و بعد امید این داریم که از این بیماری و ویروس نجات پیدا بکنیم. انسان ها عموما طوری که من دیدم 3 گروهن راجع به این ویروس و این بحران. 3 تا موضع گیری به چشم میخوره. برخی از عزیزان بیش از حد به این موضوع دیگه پرداختن، شب و روز وردشون و ذکر زبانشون شده کرونا. اینقدر استرس، اضطراب، پریشانی، اینقدر ترس و واهمه که اصلا گویا خودش داره دعوتنامه میده برای ویروس که بیا. در مقابل این گروه تعدادی دیگه هستن که کاملا بیخیالن، میگن من نماز خوندم هیچیم نمیشه، من روزه گرفتم میرم هیچ موردی نداره، بیاد کرونا منو بگیره ببینم چی میکنه. من بر الله توکل کردم اصلا هم رعایت نمی کنم ببینم چی میشه، انگار میخواد خدا را آزمایش بکنه. دسته سوم اونایین که بر مرکب تقدیر سوار شدن، حالت انفعال به خودشون گرفتن، ببینیم خدا چی میخواد، اگر تقدیر باشه ما بمیریم میمیریم، اگر تقدیر نباشه و مقدرمون نباشه ما زنده میمونیم. این هر سه رویه و هر سه دیدگاه غلط است. نه اون افراط، نه این تفرید و نه این انفعال. ما نه متواکل محض باشیم، نه منفعل محض و نه مضطرب. ما بایستی در وهله اول، دوستان خوب گوش بدن این صحبت رو، در وهله اول طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا سمعتم الطاعون فی ارض فلا تدخلوها، وقتی شما شنیدید بیماری و ویروسی در یه نقطه‌ای از زمین، یه شهری اتفاق افتاده، شما ورود نکنید اونجا. آقای متواکل، من نمیگم متوکل، چون کسی که توکل میکنه اینجوری نیست که بیگدار خودشو به آب بزنه. به تو دارم میگم، پیامبر میگه که فلا تدخلوها، شما در اون منطقه و محله و جامعه ای که این ویروس اونجا شیوع پیدا کرده وارد نشید، داخل نشید. خودداری کنید از ورود به اونجا، به اون اجتماع، به اون عروسی، به اون مراسم و مجالس عزا ورود پیدا نکنید. و آقایی که شما این بیماری رو گرفتید و دارید، فلا تخرجوها، شما نباید باز خارج بشید از اون مکان، این بیماری رو به دیگران تسری ندید. ببینید نخستین نکته‌ای که همه متخصصان و پزشکان روش تاکید میکنن همینه. پزشکان ما حالا به این نتیجه رسیدن، 1400 سال قبل یک فرد امی داره این حرفو میزنه که آقایی که ویروس گرفتی شما قرنطینه باش، خودتو قرنطینه کن، فلا تخرج، خارج نشو، این بیماری رو به دیگران تعدی و تسری نده. و برادر و خواهر مؤمنی که شما بر الله توکل کردید، به بهانه توکل خودت رو به قلب ویروس، به قلب این بیماری، به محل رشد و نمو و شیوع این بیماری نرسون، جلوگیری کن از خودت.